با گذشت بیش از 2 سال از جنگ روسیه در اوکراین، از زبان بعضی از رهبران کشورهای غربی پیشنهاد شرکت مستقیم در جنگ اوکراین صدا می‌دهد. امانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه گفت که فرستادن نیروهای ناتو به اوکراین را صرف نظر نمی‌کند. میت شومیکر، افسر سابق خدمات اکتشافی آمریکا، میگوید اظهارات ماکرون برای بازداشتن پوتین از ادامه جنگ صدا داده است. او می‌خواست به روسیه پیام بدهد و آنها را مجبور کند که در فکر محافظت خود باشند، چون ناتو واقعا می‌تواند دخالت کند. اما از بس که پرزیدنت ماکرون گفتن این حرف‌ها را با همتایانش در ناتو از پیش موافقه نکرده بود، آنها را سردرگم کرد. اما سین استینبرگ، کارمند مرکز تحقیقاتی سوفن سنتر، میگوید الکی ناتو وارد عمل شده است. ظاهراً این واقعیت است که مشاوران ناتو یا حداقل مشاوران از کشورهای عضو ناتو به نیروهای ویژه در خاک اوکراین مشورت می‌دهند. اما من فکر می‌کنم که یک خط سرخ بزرگ وجود دارد که مشاوران نظامی ناتو و ایالات متحده آمریکا را از وارد شدن به جنگ روی راست باز می‌دارد. روبرت میورت، ادمیرال بازنشسته و معاون رئیس پژوهشگاه سیاست و حقوق امنیتی در دانشگاه سیراکوز، میگوید نیروهای آمریکایی در سراسر جهان حضور دارند، اما این معنای آن را ندارد که آنها وارد جنگ هستند. در سفارت‌های آمریکا در هر کشور دنیا تعدادی از سربازان امنیتی ما برای حفظ امنیت ما فعالیت می‌کنند. واقعاً به مقدار کم، ولی در حقیقت تعدادی از آنها در اوکراین هم خدمت دارند. روسلان بورتنیک، رهبر پژوهشگاه سیاسی در اوکراین، میگوید که جایگیر کردن نیروهای ناتو در اوکراین ناگزیر است. روسیه خیلی از اوکراین بزرگتر است و اگر سربازان خارجی وارد میدان شوند، به اوکراین خطر باختن این جنگ تهدید می‌کند. بورتنیک بر این باور است که ناتو همچون یک سازمان نظامی وارد جنگ نمی شود، ولی کشورهای عضو این سازمان به مثل فرانسه و لهستان، هلند، شویتزاری و نروژ و دانیا و کشورهای ساحلی بالتیک در علیحدگی می توانند وارد جنگ با روسیه شوند.